کنسولیدیت که است چندانه را یک جای چند کالم یک جای ما میتونی از مختلف شیت یا از یک شیت یک جای حساب کنی. و یعنی یک مکتب بوده، اسکول بوده، امتحان شده و در امتحان چی مصرفایش یعنی قدری هم در کلاس 1 بوده. کوشن پیپر مثلا 80 اکسپنسیز هم ده، آنسر شیت 90 و ریزلت کارد هم 60. و کلاس 2 که هست از تمامیش 100 مصرف شده. در کلاس 3 که هست از تمامیش مثلا 50 مصرف شده. خب all classes تمام classes میخوایم که یک جای حساب شونه. این سه دانه خانه را سه سه انتخاب کرده، بله کنسولیدیت کلیک مونی. اینجا گفته چی کار کنه. خب ما اپشنی سم گرفته یعنی او را جمع کنه. اینجا گفته ریفرنسیز کدام جمع کنه. اول اینیش انتخاب مونی 8، کلاسی 2 را انتخاب مونی 8 اینجا اضافه شد. باز کلاسی 3 را انتخاب مونی 8. بله اوکی کلیک کردین تمامیشی جمع مونه. خب بینی شد 100 180 پینجام بلش اضافه شد 230. خب بینی 100 1.5 60 210 این تمامی زور کسته دنجی جمع کرده. خب این ما از بله یک شیت جمع کردم. شما میتونیم که از بله مختلف شیت اونا را ایر کرده تمامیش یک جای جمع کنیم یا یک دیگه کلکولیشن انجام بید. خب اپشن گروپ چک مونی. اینجا دیگر از ما دیتا هست که چند رو از یک رقم 5 دانه اینجا سی دی هست، یعنی قیمت های ازی هست و دیویدی یک 4 دانه است قیمتش هست. ما میتونی اینا را در حساب گروپینگ هست گروپ کرده سب توتل زیر معلوم کنی. خب اول تمام زیر انتخاب کرده بلی سب توتل کلیک کنین. خب چیز حساب کنه سب توتل تو پرایس حساب کنه بلی چی at each change چیز در حساب گروپ جمع کنه و سمنی جمع کنه در حساب پرایس. بله اوکی کلیک کردین اینجا تمامی از گروپ میشه. کلا نظر جمع کرده گران توتل از 1,52,000 شده. بله از کلیک کردین باز هر آیتم نشان میده. این آیتم سی دی کسته 25,000 شده. بله نشان مثبت کلیک کردین هر کدام علیحده نشان میده و دوباره بله منفی کلیک کردین اون یک جای مونه مجموعه زور نشان میده پلاس نشان میده. یعنی هر کدام بله از کلیک کرده مجموعه زور معلوم میتونین و بله مثبت کلیک کرده مو هر قدر که اماونت یا هر مقدار است و میتونین معلوم کنین. خب اگر کست مثل شما بخواین از دیل خوب ایرا گروپینگ کنین هم میتونین. خب ما میخوام این قدر یک گروپ جور کنم. بله گروپ کلیک کنین به حساب رو گروپ کنم اوکی تمام میشه یک گروپ جور میشه. پس کلیک کردین گروپ شه. بله ان گروپ کلیک کردین دوباره اورا ان گروپ مونه دیگه. اگر اینجا به حساب سب توتل اگر گروپ کرده بودین بغیر که از اینجا مو کلیک کنی و میتونی که از طریقی از یم بله منفی کلیک کردین تمامی زور سب توتلش نشان میده مجموعش نشان میده. اگر بله مثبت کلیک کردین امو هر کدام جزئیاتش نشان میده. بله اینجا کلیک کرده بله مثبت کلیک کردین جزئیات زیر نشان میده. منفی کلیک کردین پس برای مینیمایز مونه